یار نازنین من شمس تبریزی مفقود شده. شب و اینجا برادر بر برادر چونان میتازد که گویی بر مغولان. پیام حضرت شمس جز محبت و عشق نبود. شاید قاتل از آشنایان نزدیک شما باشد، خیلی نزدیک. شمس 2 کس را از من گرفت، پدر را و کیمیا خاتون، یگانه عشق زندگیم. تو بالا رفتن از نردبان زندگی شاید روزی برسی به پله‌ای که نه اونقدر لقه که پایین بیافتی، نه اونقدر محکم که بالا بری. خداوند برای هر بنده نازنینی یار و عزیزی میفرسته. پدرم پی جناب شمس رفت. آن 40 شبانه روزی که از خانه بریدی و به خلوت با آن درویش نشستی هیچ. اینکه با ما چه میکنی فدای 1 تار موی تو، اما با خودت چه میکنی جلالتی؟ فروختنت باید با ارباب جدیدت بدی. کجا برم؟ من یک نظامیم. درباره امور دینی و معرفتی فهمی بیش از فهم عوام ندارم. باید تقلای بیشتری کنیم تا معمای قتل این درویش تبریزی را برملا کنیم.